ای ماه خیر و مغفرت از خالق آمرزگار. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. خدمت همه صائمین ماه مبارک رمضان، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. الله سبحانه و تعالی طاعات و عبادات همه ما و شما را مورد قبول درگاه خیش بگرداند. موضوع ما پیرامون حکمت از روزه. چرا روزه میگیریم؟ حکمتش چیست؟ الله سبحانه و تعالی در کلام حمید و مجید خود به صراحت کامل برای ما بیان کرده حکمت روزه را. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. ای اهل ایمان، روزه برای شما فرض کرده شد. فرضه. چرا روزه میگیرید؟ چون فرمان الله هست. چرا از ابتدای روز تا انتهای روز چیزی نمیخورید، نمی نوشید و از مسائل جماع و اینها خودداری میکنید؟ چون فرمان الله هست. الله سبحانه و تعالی میفرماید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. الله سبحانه و تعالی میخواد بیان بکنه ای اهل ایمان، شما متوجه باشید که این حکم تنها بر شما نبوده، تنها بر شما نیست، بلکه کسانی که قبل از شما هم بودن این عبادت را انجام میدادن، ولی با انواع مختلف، با روش های مختلف. ادامه میفرمایه لعلکم تتقون، تا اینکه شما متقی شوید و پرهیزگار شوید. در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند الصیام جنه. روزه سپر هست. چون موضوع ما حکمت از روزه گرفتن هست. بعضی فکر میکنن که فقط ماه مبارک رمضان روزه بگیریم تا لاغر بشیم، یا تنها فکر میکنن که روزه همینه که یک جنبه تعبدی داره، خلاص دیگه ابعادش، حکمتهایش لازم نیست که مد نظر گرفته بشه. فقط روزه میگیرن بعضی انسان ها از صبح تا شام هم، یا بخواب و بالاخره خود را مصروف و مشغول بساز به کارهای دیگری که همین روز شام بشه. نه خیر، حکمت از روزه گرفتن را باید ما بدانیم، باید بفهمیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند الصیام جنه. روزه سپر هست. حالا سپر چه کار میکنه؟ وقتی انسان به حرب بیرون میشه، به جنگ بیرون میشه، سپر میگیره، چون تیر دشمن نیایه به جانش اصابت نکنه. وقتی شخص بیرون میشه، هوا سرده، لباسی میپوشه که حکم سپر داره تا مقابل سردی مقاومت کنه. همه این مسائل. پس سپر به خاطر حفظ هست، به خاطر آفات و گزندهایی که از بیرون بر سر انسان هجوم میاره، او سپر
دفاع میکنه و نمیگذاره که او آفات و او تیرها به جانش اصابت کنه. حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که در بین جامعه ما هم در سر زبان ها هست، شاید بارها و بارها از زبان بنده هم بیرون شده باشه، شاید بالاخره گفته میشه. حدیث صوموا تصحوا. این حدیث ضعیف هست، ضعیف جدا و مناسب نیست که این را به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نسبت بدیم، چون نسبت دادن حدیث به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کار سختیه، دشواریه. کسی که حدیث دروغ به پیامبر صلی الله علیه و سلم نسبت بده، قبل از آنی که بگه فلیتبوع مقعده من النار، اول جای خود را در جهنم بسازه و بعد بیای حدیث به رسول صلی الله علیه و سلم، حدیث دروغ نعوذ بالله نسبت بده. پس صوموا تصیحوا حدیث نیست. اما این نکته باید متوجه باشیم که بدون شک روزه به صحتمندی انسان مفید هست. این دلالت بر این نمیکنه که وقتی حدیث صوموا تصیحوا ضعیفه و حدیث نیست پس روزه به صحت و سلامتی انسان مفید واقع نمیشه. چنین نیست، خیلی هم مفیده. پس از جمله حکمت‌های روزه ماه مبارک رمضان اینه که بدن انسان سالم میشه، فکر انسان سالم میشه، جسم انسان سالم میشه. معده‌ای که 11 ماه کار کرده و تلاش کرده، خیلی دستگاه و ماشین ها میبینیم آهن هست، بعد از 1 ماه 2 ماه کار میکنه، نیاز به این داره که اون پره هایی که داخل ماشین هست اونها جدید بشه و بالاخره سر و سامان داده بشه. این معده انسان قدرت کامله پروردگار عالم 11 ماه کار میکنه. خب نیاز هست که یک مدتی بخوابه، استراحت کنه. پس روزه ماه مبارک رمضان به صحتی، به سلامتی، به امراض مختلف، خیلی از مریضانی در ماه مبارک رمضان تندرست میشن، صحیح میشن. پس از حکمتهای روزه ماه مبارک رمضان اینه که این وجود، خصوصا معده و اعضایی که در اکل و در شرب و در انها فعالیت دارن، در ماه مبارک رمضان یک استراحت موجز و کوتاه و خلاصی داده میشن تا اینکه بعد از رمضان با فعالیت بهتر به کار خود آغاز میکنن. از جمله حکمتهای روزه وسیله شکر نعمت هست. چگونه شکر نعمت؟ انسان قدر نعمت رو میدانه. هر روز وقت ظهر غذا خوردن، صبح صبحانه خوردن، هر لحظه طلب کردن چای، هر لحظه نوشیدن آب، از ابتدای روز تا انتهای روز وقتی غذا نمیخوری، وقتی آب نمی نوشی، وقتی این نعمتها آماده هست و تو دست به اونها برده نمیتوانید، اینجا متوجه میشی که این نعمتهای پروردگار عالم چی ارزشی داشته. این گلاس آب سرد چی ارزشی داشته. به فکر صاحب نعمت میفتی، به فکر این میفتی که ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. روزی میآید که از این نعمتها که هر روز میخوردم و مینوشیدم و استفاده میکردم، روزی از این نعمتها از من پرسان میشه. از جمله حکمتهای روزه خاموش کننده شهوت هاست.
رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند کسی که میتواند ازدواج کنه ازدواج کنه، اما اگر کسی نمیتواند و امکانات ازدواج برایش میسر نیست فعلیه بالصوم، باید روزه بگیره. پس روزه وسیله خاموش کردن شهوت هاست. خیلی مسئله مهم هست. حکمت از روزه اینه. حالا تنها شهوت جنسی نیست، شهوت قدرت، شهوت حب چوکی، شهوت های مختلف. وقتی شخص در ماه مبارک رمضان روزه گرفت و فکر میفته که چون این کسی که قدرتمند بود و در قدرت خود مینازید، میبینه که نه، قدرت و صاحب قدرت ذات دیگر است، کس دیگر است. این ضعیفه، آب پیشش گذاشته اجازه نداره بنوشه. رئیس جمهور مسلمان روزه داره، با همه قوت و قدرت خود آب نمیتونه نوشیده. وزیر با همه قوت و قدرت خود، امیر با همه قوت و قدرت خود، ثروتمند با همه ثروت خود، آب کنارش گذاشته نگاه میکنه طرف آب. اینجاست که این نفس سرکش رام میشه. این شخصی که اگر این ماه مبارک رمضان نمی آمد، این ثروت و قدرت او را به طرف کبر و غرور و خودخواهی می کشاند، اینجا نفس او را نفسش را مهار میکنه. او را متوجه می سازه که اگر ظاهرا امیری، پادشاهی، ملکی، اگر رئیس جمهوری، وزیری، هرچی که هستی، ولی متوجه باش که ضعیفی. اگر در هر جا در اداره خود آمیری، متوجه باش اینجا مأموری، آمیر دیگه کس هست. اجازه نداری دست به غذا ببری، اجازه نداری دست به آب ببری، اجازه نداری بالاخره به مسائل هوا و هوسی که داری دست بزنید. این حکمت از ماه مبارک رمضان، حکمت روزه ماه مبارک رمضان. همچنین حکمت های دیگر، روزه موجب عطوفت و مهربانی میشه. انسانی که روزه بگیره مهربان میشه. چگونه مهربان میشه؟ چون از حال فقرا واقف میشه، از حال مستمندان واقف میشه. وقتی از حال فقیر واقف شد، از حال مستمند واقف شد، میره به سراغ فقرا و مستضعفین، میره به سراغ کسانی که 11 ماه کامل و شاید اکثر عمر خود را در حال فقر و در حال پریشانی سپری کردن. خواهر مسلمان، برادر مسلمان، در ماه مبارک رمضان طفل ما وقتی روزه میگیره، تو کسی که صاحب نعمت هستید، میبینی طفل رنگش پریده، اعضای فامیل رنگشان پریده، مرد رنگش پریده، زرد شده، چون از صبح چیزی نخورده، ننوشیده. آیا نگاهی کردید در کوچه و بازار که فقرا و مستضعفین همیشه رنگشان پریده هست؟ همیشه لاغر و زرد و ضعیفن، چون اونها طعم گرسنگی را همیشه میچشن. امروز الله تو را ابتلا و آزمایش قرار داده در این روزه که ببینی رنگ پریدن، رنگ زرد شدن و لبها خشکیده چی احساسی داری. این حکمت از روزه ماه مبارک رمضانه که از حال فقرا و مستضعفین و بینوایان و بیچارگان و اینها واقف بشی. روزه حکمت دیگرش اینه که شیطان رو به خشم میاره، چون در وجود صائم نفوذ کردن نمیتونه.
رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که شیطان راه داره، یجری من ابن آدم به مجرا الدم. شیطان در هر قسمتی که خون روان باشه شیطان به اونجا داخل میشه. اما روزه چی حکمتی داره؟ فصیام تضیق مجرای شیطان، تنگ میکنه راه شیطانه. روزه بگیری، روزه مسیر شیطان رو تنگ میکنه، شیطان دیگه در اون مسیر داخل شده نمیتونه. این حکمت روزه هست. شیطان در وجود تو نفوذ کرده نمیتونه، شیطان در فکر و مفکوره تو وسوسه کرده نمیتونه، به شرطی که روزه با شرایطش گرفته بشه. همچنین بزرگترین حکمت از حکمتهای روزه ماه مبارک رمضان، روزه عبادتی سر بین العبد، بین بنده و ربه و پروردگارش. اینجاست که گفته شده کل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لی و انا اجزی به. تمام اعمالی که بنی آدم انجام میده برای خودش هست الا الصوم، چون این سر هست، اسرار هست بین بنده و بین الله سبحانه و تعالی. چگونه سر؟ چگونه اسرار؟ در خانه تک و تنها میمانی، یخچال آب سرد داره و تو هم کاملا تشنه، طرف یخچال نگاه میکنی و دست به آب نمیزنی از ترس الله سبحانه و تعالی. هیچ کس به خانه نیست، هیچ کس نمیدانه. حتی از همه مهمتر، وقت وضو ساختن آب در دهن میگذاری، مزمزه نمی کنی که مبادا قطره از حلقوم تو پایین بره. این سر هست، اسرار هست بین الله و بین بندگانش که روزدار هستند. بناهن هدف از روزه و حکمت از روزه اینها بود که باید بدانیم روزه برای ما میفهمانه که باید شکر نعمت داشته باشیم، از حال فقرا واقف باشیم، از حال مستضعفین واقف باشیم. روزه سپر هست، روزه سری از اسرار هست بین الله و بین بندگانش. روزه به صحت و سلامتی انسان مفیده. هدف دیگر روزه که الله سبحانه و تعالی میفرماید لعلکم تتقون، تا اینکه شما متقی شوید. تقوا چیست؟ انشاءالله در برنامه بعد پیرامون تقوا که هدف اصلی روزه هست که باید صائمین ماه مبارک رمضان متقی بشن، انشاءالله بیان خواهیم نمود. تا برنامه بعد همه شما عزیزان و بزرگواران را خداوند کریم و رحیم می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان. ای رحمت پروردگار، ای بر خزان دل بهار، ای ماه خیر و مغفرت از خالق آمرزگار. رمضان یا رمضان، رمضان یا رمضان، رمضان یا رمضان، رمضان یا رمضان. الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله، الله